سلام به همگی، به جلسه دوم یوگا انعطاف با من خوش اومدید. توی این جلسه به تنها چیزی که نیاز داریم یه دونه بند یوگا هست که میتونید از یه شال هم استفاده کنید. دم میگیریم، دستامون رو صاف میبریم به سمت بالا، نگاهمون به سمت آسمون و با بازدم دستمون رو میاریم پایین. برای 3 تنفس این کار رو تکرار میکنیم. دم میگیریم، دست راست رو میبریم به سمت چپ بدن، دست چپ رو میاریم به سمت راست بدن. باسنمون از روی زمین بلند نمیشه. برای 5 تنفس برای هر طرف این کار رو تکرار میکنیم. دم میگیریم، دستمون رو صاف میبریم بالا، دست چپ میره پشت بدن، دست راست جلو. یه پیچشی به بدنمون میدیم و برای 5 تنفس تو این حالت میمونیم. دم میگیریم، دستمون رو میبریم بالا. حالا این کار رو برای طرف دیگه بدنمون انجام میدیم. برای 5 تنفس تو این حالت میمونیم. حالا اینجا بند یوگا یا شالمون رو بر میداریم، دستامون رو از هم فاصله میدیم. توی این حرکت به هیچ عنوان آرنجتون نباید خم بشه. دم میگیریم، دستامون رو میبریم عقب هر چقدر که انعطافتون بود. اگر بازم آرنجتون خم میشه، دستاتون رو بیشتر از هم فاصله بدید. اگر انعطاف سرشونه ها و کتفتون خوبه، دستاتون رو به هم نزدیک بکنید. من معمولا با دست باز شروع میکنم و بعد کم کم دستامو به هم نزدیک میکنم. برای 10 تنفس این کار رو تکرار کنید. حالا جفت دستاتون رو مشت کنید و مستقیم روبروی هم قرار بدید، موازی با زمین. دست راست رو میدیم عقب، دست چپ و یک بار هم جفت دستا. این میشه شماره 1. برای 5 تنفس این کار رو تکرار میکنیم. حالا حرکت کتنگویی که جلسه اول انجام دادیم و میخوایم حالت نشسته انجام بدیم. دم میگیریم، سر عقب، کمر رو گود میکنیم و با بازدم کمر رو قوز میکنیم. سر رو داخل میبریم. برای 5 تنفس این کار رو تکرار کنید. با دست راست سرتون رو ببرید به سمت راست بدنتون و برای 5 تنفس تو این حالت بمونید. دست چپ هم روی زمین قرار بدید. یک کششی به گردنتون میاد. حالا طرف دیگر رو انجام بدید. حالا تو همون حالت نشسته پاهاتون رو صاف کنید. من خیلی پام درد میکرد به خاطر بدنسازی. بند یوگا یا شالتون رو بندازید روی برجستگی پاتون و بدنتون رو کم کم با کمر صاف به رونتون نزدیک کنید. توی این حالت پاهاتون باید فلکس باشه، یعنی انگشتاتون به سمت بالا و یکم متمایل به بدنتون باشه و پشت زانوتون هم به زمین نزدیک کنید و با هر بازدم بدنتون رو به رونتون نزدیک تر کنید. حالا برای 5 تنفس توی همین حالت بمونید.
کف پای راست رو به رون پای چپ بچسبونید، دستا رو کش بدید به سمت بالا و پای چپتون رو با دست بگیرید. توی این حالت هم با هر بازدم بدنتون رو به رونتون نزدیکتر کنید. حالا همین کار رو برای طرف دیگه انجام میدیم. توی همون حالت نشسته که هستید، پای راست رو خم کنید، به بدنتون نزدیک بکنید، کمرتون صاف باشه، کف پاتون رو یا اگر انعطافتون خیلی خوب نیست، ساق پاتون رو با دستتون بگیرید و زانوی پاتون رو صاف کنید. برای 5 تنفس این کار رو تکرار کنید. چند ثانیه هم توی این حرکت بمونید و این کار رو دوباره برای پای مخالف انجام بدید. پای راستتون رو خم کنید، تو شکمتون رو بیارید پشت پای چپ قرار بدید. با دست چپتون زانوی پای راست رو بغل کنید و دست راستتون رو ببرید پشت بدنتون. یه پیچشی هم به بدنتون دادید. برای 5 تنفس تو این حالت بمونید. حالا پای چپ رو ببرید پشت پای راست، با دست راستتون زانوی پای راست رو بغل کنید و دست چپ رو ببرید به سمت عقب. روی زمین دراز بکشید و از شال یا بند یوگاتون استفاده بکنید و بندازید روی برجستگی پاتون. و کم کم پاتون رو با زانوی صاف به بدنتون نزدیک کنید. لگن پای چپتون کاملا روی زمین هستش. حالا برای طرف مخالفم همین کار رو تکرار کنید. حالا بلند شید و تو حالت ایستاده قرار بگیرید. دم بگیرید، کمرتون رو خم کنید به سمت عقب، لگنتون رو سفت کنید و بیاید به سمت جلو. با زانوی صاف پالس بزنید و بدنتون رو به پاتون نزدیک کنید. دستاتون رو به هم قفل کنید و به سمت راست و چپ بدنتون برید. جفت دستامون رو میذاریم زمین، پای راست و چپمون هم میبریم عقب. میخوایم تو حالت های پلانک بمونیم. شکم سفته، کمر نه خیلی گوده نه خیلی بالاه. حالا میخوایم حرکت چاتورانگا رو انجام بدیم. یکم بدنمون رو میاریم جلو، دستا به بدن چسبیده، میریم تو حالت سگ سربالا. اگر نتونستید برای انجام حرکت مبتدی چاتورانگا زانوهاتون رو بذارید زمین، بدن رو به سمت جلو مایل کنید، دستا به بدن چسبیده و پاها هم روی زمین. سرمون رو میگیریم به سمت بالا، تو حالت کبرا قرار میگیریم. بعد میریم تو حالت سگ سرپایین. تو حالت سگ سرپایین درجا قدم میزنیم. پای راستمون رو میبریم به سمت بالا، خم میکنیم، میاریم پشت بدنمون، دست راستمون هم از مت جدا میکنیم. توی این حالت برای 3 تنفس میمونیم.
برمیگردیم دوباره تو حالت سگ سر پایین، درجا قدم میزنیم و بعد برای جهت مخالف هم این کار رو انجام میدیم. پای چپ و صاف میبریم به سمت بالا، خم میکنیم، میبریم پشت پای راست قرار میدیم. بدنمون رو رول میکنیم به سمت جلو تو حالت های پلانک. جفت زانوها رو میذاریم زمین، چاتورانگا رو انجام میدیم. بدن جلو، دستا به بدن چسبیده، سگ سر بالا. بعد میریم تو حالت چایلد پوز و برای چند تنفس اینجا استراحت میکنیم. حالا تو حالت تیبل تاپ قرار میگیریم. پاها زیر لگن، دستا زیر سرشونه، پای راست رو میبریم عقب، میاریم بین دوتا دستمون قرار میدیم و تو حالت لو لانج قرار میگیریم. یا دستاتون بالا یا اگر تعادل نداشتید دستاتون رو بذارید رو زانوتون. حالا جفت دستاتون رو بیارید کنار پای راست قرار بدید. توی این حالت بمونید برای چند تنفس. حالا توی همون حالتی که هستید لگن رو ببرید عقب، زانوی پا رو صاف کنید و این کار رو برای 5 بار تکرار کنید. انگشت پای چپ رو رول کنید و بیایید تو حالت پلانک قرار بگیرید. چاتورانگا رو انجام بدید. سگ سر بالا و بعد سگ سر پایین. دوباره تو حالت تیبل تاپ قرار بگیرید. پای چپ رو ببرید عقب و بیارید بین دوتا دستتون. زاویه پای چپتون با زمین باید حدود 90 درجه باشه. دستا یا به سمت بالا یا روی رونتون قرار بگیره. برای چند تنفس اینجا بمونید و ضربه های کوچیک بزنید که انعطافتون بهتر شه. جفت دستاتون رو بذارید زمین و توی این حالت هم برای چند تنفس بمونید. ضربه های کوچیک کوچیک یادتون نره. توی همون حالت لگن رو ببرید عقب، پا رو فلکس کنید، زانو رو صاف کنید. اگر نیاز داشتید و انعطافتون کمتر بود دستاتون رو میتونید بیارید یک کمی عقب‌تر. هرچی دستا جلوتر فشاری که میاره بیشتر. دوباره تو حالت پلانک قرار بگیرید و حرکت چاتورانگا رو تکرار کنید. با توجه به بدنتون، اگر دوست دارید مبتدی، اگر دوست دارید پیشرفته. تو حالت سگ سربالا برای چند تنفس بمونید. بعد برید تو حالت سگ سر پایین رو درجا قدم بزنید. بعد قدم بزنید بیاید به سمت دستاتون با پشت پای صاف. و بعد دستا رو ببرید جلو، بدن به سمت جلو، باسن عقب تو حالت چیر پوز قرار بگیرید. بعد بدنتون رو صاف کنید، بیایید به سمت پایین. زانوهاتون رو خم کنید، کف دستاتون رو بذارید زیر پاتون و همون جوری که رونتون به بدنتون چسبیده پشت پاتون رو صاف کنید. برای چند بار این کار رو تکرار کنید.
بعدش کمرتون رو قوس کنید و آروم آروم بیایید به سمت بالا. تو حالت ایستاده قرار بگیرید. دم بگیرید، دستا رو ببرید بالا، کمر رو خم کنید به عقب و بعد بیایید به سمت جلو. دوباره تو حالت پلانک قرار بگیرید. چاتورانگا، سگ سر بالا و بعد بیایید روی زانوهاتون رو تو حالت چایلد پوز قرار بگیرید و برای چند تنفس استراحت کنید. روی شکم دراز بکشید، دستاتون رو صاف بیارید بالا سرتون. حالا اینجا میخوایم دست و پای مخالف رو با هم از زمین جدا کنیم. هر پا رو 5 تکرار انجام بدید. جفت دستا رو بذارید کنار سینه هاتون، سرشونه رول به سمت عقب، دستا به بدن چسبیده. برای 5 تنفس این کار رو تکرار کنید. توی همین حالت برای 5 تنفس بمونید و بدنتون رو به سمت راست و چپ متمایل کنید. توی حالت کبرا حواستون باشه که گردنتون نیفته و کاملا صاف و در راستای ستون فقراتتون باشه. دوباره تو حالت تیبل تاپ قرار بگیرید و دست و پای مخالف رو بیارید بالا. اگر مبتدی هستید تو همون حالت بمونید، اگر نه پاتون رو با دستتون بگیرید و برای چند تنفس تو همون حالت بمونید. حالا جهت مخالفم همین کار رو تکرار کنید. زانوهاتون رو از زمین جدا کنید و بیایید تو حالت سگ سرپایین. پای راست رو ببرید بالا، بیارید بین دو دستتون. های لانژ. بعد جفت دستاتون رو بذارید کنار پای راست. توی همین حالت هم برای چند تنفس بمونید. پای عقبی رو موازی با مت کنید و زاویه پای جلویی 90 درجه با زمین. توی این حالت هم برای چند ثانیه بمونید. بعد بیاید به سمت پای عقبی روی لگنتون بشینید. حالا جفت پاها رو با هم موازی کنید و سرتون رو به سمت داخل ضربه بزنید. برید به سمت پای عقبی یعنی پای چپ و حرکت هایلانژ رو تکرار کنید. جفت دستا رو بذارید کنار پای چپ. برای چند ثانیه تو این حالت بمونید. پای عقبی موازی با مت و پای جلو زاویه 90 درجه. تو این حالت بمونید. حالا برید روی پای عقبی بشینید. پایی که صافه زانوش حتما باید صاف باشه. ضربه بزنید تا لگنتون کم کم باز شه و انعطافتون روز به روز بهتر شه. جفت دستاتون رو بذارید وسط و با کمترین ارتفاع این کار رو برای چند بار تکرار کنید. پاهاتون پوینت باشه یعنی انگشتاتون رو سفت جمع کنید به سمت بیرون. دوباره پاهاتون رو با هم موازی بکنید و با سر ضربه بزنید به سمت داخل.
پاهاتون رو کم کم باز کنید، زانو به سمت سقف، انگشتای پا به سمت سقف، تا هر جایی که میتونید پاتون رو باز کنید و بدنتون رو به سمت راست و چپ ببرید. حالا روی کمرتون بخوابید، دستاتون رو کنار بدنتون بذارید، پاهاتون رو نزدیک کنید به باسنتون، باسن رو صفر کنید و بیاید آروم آروم به سمت بالا. موقع پایین اومدن آروم آروم مهره های کمرتون رو روی زمین بچینید. برای 5 بار این حرکت رو تکرار کنید. حالا که حسابی گرم شدیم میخوایم حرکت پلو انجام بدیم. انگشتاتون به سمت داخل بدنتون میره، دستاتون به هم نزدیک، نه خیلی باز باشه از هم، پاهاتون به باسنتون نزدیکه. بدنتون رو هول بدید به سمت دستاتون، بدنتون رو سفت کنید و آروم آروم فشار رو بیارید روی دستاتون تا هر جایی که میتونید بیایید بالا. اگر نمیتونستید به مرور بهتر میشید. برای چند تنفس توی این حالت میمونیم و بعد برای پایین اومدن اول آرنجامون رو خم میکنیم، سرمون رو میذاریم زمین و مهرهای کمرمون رو روی زمین میچینیم. حالا میخوایم حرکت هپی بیبی پوز رو انجام بدیم که برای باز شدن و انعطاف لگن خیلی موثره. با دستمون گوشه های بیرونی پامون رو میگیریم و به سمت راست و چپ میریم. بعدش هم آماده میشیم برای انجام شاواسانا. بدنتون رو ریلکس کنید، عضله هاتون رو شل و رها کنید، فکتون رو از هم فاصله بدید، اخماتون رو باز کنید و برای چند تنفس تو این حالت بمونید. رو دم و بازدمتون تمرکز کنید، به داشته هاتون فکر کنید، از بدنتون تشکر کنید برای اینکه شما رو همراهی کرد تا بتونید ورزش بکنید. امیدوارم که از این جلسه هم لذت برده باشید. تا جلسه بعدی، خداحافظ.